در مهاجرت چی برد آوردن نمیتوانند، چون آنها آواره شده میگردند، تو کار مییابند، تو با قید میگیرند کار است. اما در وطن ما کار بسیار، اگر توانند در وطن خودمان کار کنند. هم بردشان زیاد باشد در کار، هم بوی دادنشان ممکن باشد. جوانان از چه سبب؟ سببش اکنون خیلی خطاگی کنند اگر بوی میتیم. میره آخواتو گم میکنن، نکی اجازه اقتصادیات میبرن. دیگه که واقعا مجبور تاجیکستان کار تایی نیست، برای مجبور آروی نایت میرد. به فکر من اینجا هم حاضر کار نیست، همونجا هم کار نیست. حدش بیان حاضر باید داشتن. فکر هم خیلی نه نمیبره. مثلا اینجا هم همین، اونجا هم همین شده است. یخه. همین. خلق آدم که هوای گرم خلق کسلی محتاج میشن، کن کار کنه که زندگی چون مونید مجبور. خب تاجیکستان هم کار تایی نیست کو. کار مونید برای زندگی اوله پیش بودن کار مونید همین همه. یک بردشون همین که پول کار میکنن برای مثال، بوی میتیان که برای مثال بوی تیان در شهر مهاجرت از پدر مادر دور، از وطن دور، بیماره همینا دیگه کنه. اینجا در روان هم سلامتی بوی میتیان هم چیزی نمیشن. مثال ویاشون منصباشون دلشه پردلجنی نیست، آخر سیابه آیندهش نیست، دور روز دی اونجا در. مثال میریم میبیایم هیچی مقصدامون نمیرسیم که برای پول کار کردن میریم.